سلام. امروز میخوام درباره یکی از افراد تاثیرگذار تاریخ جهان صحبت کنم. ممنون میشم ما رو لایک و سابسکرایب کنید. نادرشاه آخرین کشورگشا منجی ایران ما. اوضاع ایران قبل نادر. بعد از سقوط شاه سلطان حسین آشوب تمام ایران رو فرا میگیره. ملک محمود با 10,000 نفر خراسان رو تصرف میکنه. تو مشهد تاجگذاری میکنه. 18 نفری مدعی از تبار صفوی قیام میکنه. حاکمان شهرهای مسیحی قفقاز میرن زیر پرچم روسیه و حاکمان شهرهای مسلمان قفقاز میرن زیر پرچم آذربایجان. کردستانی ها هم میرن زیر پرچم عثمانی. خب بریم سراغ نادرقلی. نادرقلی کی بود و چی بود و از کجا به کجا رسید؟ نادرقلی در 28 محرم سال 1100 هجری تو دستگرد خراسان به دنیا توی خانواده فقیر و دهاتی. 14 سالگی پدرش از دست میده. تو سن 18 سالگی ازبک ها و ترکمن ها به آبادی اون حمله میکنن و همه چی رو غارت میکنن و اون خانواده‌ش رو به اسارت میبرن. پس از 4 سال نادرقلی آزاد میشه و میاد میره به یه روستایی به نام حبیبه. تو روستا میره پیش دهدار به نام بابا علی. اونجا انقدر از خودش ذکاوت نشون میده که سریع همه امور رو به دست میگیره. ازبکان دوباره به اونجا حمله میکنن و نادر با استفاده از نیروهای دهکده قد علم میکنه جلوی ازبکان و به منجی مردم خراسان معروف میشه. طهماسب پسر شاه سلطان حسین که رفته بود مازندران پیش فتحعلی خان قاجار اونجا از فتوحات نادر با خبر میشه. یه پیک سری میفرسته به سمت نادر که نادر به سمت ما بیاد. نادر قبول میکنه، میره پیش شاه. به خاطر فتوحاتش لقب طهماسب قلی رو دریافت. نادر برای عرض اندام جلوی شاه به سراغ ملک محمود میره و اونو شکست. بعد از اون به سراغ رقیب بعدی یعنی فتحعلی خان میره و اونو با توطئه‌ای از بین میبره. نادر با این قدرتی که پیدا کرده میره سمت افغانها تا اونا رو نابودشون کنه. سال 1739 میلادی تو 2 تا نبرد اشرف افغان رو شکست میده. اشرف نیروهای خودی رو تو دشت مورچه خورد نزدیک اصفهان جمع میکنه و دوباره سازماندهیشون میکنه. نادر باز هم اشرف رو شکست میده و سر 4,000 افغان رو میبره. بعد از اون طهماسب تو اصفهان به تخت میشینه. نادر پس از تصرف خراسان و عراق عجم و فارس سراغ آذربایجان. چرا آذربایجان؟ چون خاستگاه قومی سیاسی صفویانه. دوم این که تبریز اولین پایتخت اوناست، پس لازم بوده که نادر اونجا رو داشته باشه. سومین دلیل اینه که آذربایجان در همسایگی 2 تا قدرت جهان یعنی روسیه و عثمان ها قرار داره. اون راهی آذربایجان میشه. تو راه همدان و کرمانشاه هم میگیره. بعد که راهی تبریز میشه مردم تبریز علیه عثمانی قیام میکنن و شهر رو تسلیم نادر میکنن. توی این هنگام ابدالیان که با خبر شده بودن نادر از خراسان خروج کرده به خراسان حمله میکنن و مشهد رو تصرف. نادر خبر سریع به گوشش میرسه و به تاخت به سمت خراسان میره. ابدالیان با خبر شدن که نادر داره میاد و قبل از رسیدن نادر به هرات رفته بودن. نادر با 36,000 نفر جنگجو به هرات میره و ابدالیانو شکست میده. گروهی از اونا تسلیم نادر میشن و گروهی از اونا وارد سپاه نادر میشن و این باعث میشه که سپاه نادر جلوه و جلال دیگری بگیره و بزرگتر بشه. توی این هنگام کشور و قدرت دست نادر، فتوحات به نام نادره. طهماسب میاد به عنوان پادشاه خودی نشون بده و خودشو یک شاه قوی معرفی کنه
به آذربایجان میره تا بقیه شهرهایی که نادر به علت حمله به ابدالیان نتونسته بود تصرفشون کنه رو فتح کنه. اما متاسفانه شکست بدی میخوره و به اصفهان عقب نشینی میکنه. خبر سریع به گوش نادر میرسه و اون سریع به سمت اصفهان میاد و شاهو عزم میکنه، تبعیدش میکنه و به قول خودمون میفرستتش دنبال نخودسی و پسر شیرخوارشو به تخت میشونه به عنوان شاه عباس سوم. حالا چرا شاه عباس سوم؟ چرا پسر طهماسب؟ با اینکه حکومت عباسی تموم شده بود، ولی به خاطر اینکه حکومت طولانی مدتی داشتن و در این برهه زمانی احتمال قیام و شورش صفویان وجود داشت، به خاطر همین نمیتونست خودش بیاد و به طور رسمی به تخت بشینه. نادر برای ثبات از شورش ها اولین کاری که میکنه میاد لعن و نفرین به خلفای سگانه رو ممنوع میکنه تا بتونه روابط دوستانه‌ای با عثمانی ها داشته باشه. بعد از اون سپاهشو متشکل از ترکمن ها، افغان ها و کرد ها قرار میده که بتونه قدرت قزلباش رو که بازوی اصلی صفویه بودن رو کنترل کنه. نادر پس از تصرف کرمانشاه سریع به سراغ بغداد میره. چرا بغداد؟ چون شهر بسیار مهمی برای عثمانی ها بوده. نادر 6 ماه بغداد رو محاصره میکنه، ولی سلطان عثمانی سپاه 100,000 نفری رو برای مقابله با نادر میفرسته. نادر از بغداد عقب نشینی میکنه و تو سامرا شکست میخوره و به همدان عقب نشینی میکنه. بازسازی میکنه لشکرشو و با تمام امکانات به قراتپه میره و با عثمان پاشا مقابله میکنه و یه پیروزی غیر منتظری براش رخ میده. در حالی که نادر در صدد فتح بغداد بوده و پایان بخشیدن به اقتدار عثمانی ها تو عراق شیعه نشین بوده، محمد خان بلوچ هواخواه بازگشت صفوی میشه، همراه با شیوخ اعراب جنوب و برخی ایلات فارس طغیان میکنه. نادر متحدان رو سرکوب میکنه و سران شورش از جمله محمد خان بلوچ، شیخ احمد و رئیس اعراب و جلیل بختیار رو میکشه. در این هنگام که همه دشمنان خارجی و داخلی ایران سرکوب شده بودند و ایران به جز قندهار به مرزهای تاریخی خودش بازگشته بود، طرح انتقال قدرت از صفویه به نادر مطرح میشه. انقراض سلسله صفویان و انتخاب نادر به عنوان پادشاه ایران به رأی نمایندگان و بزرگان مردم در تاریخ ایران به سابقه بود. مجریان این برنامه به مانند هر دسیسه بزرگ سیاسی دیگه تا زمان اجرا نیت و هدف خودشون رو فاش نکردن. دعوتنامه برای مدعوین ارسال میشه. نادر رو به بزرگان میکنه و میگه ما کشور رو از دست دشمنان داخلی و خارجی نجات دادیم. حالا شما هر کی رو که میخواین پادشاه کنید. عده‌ای حالا شاید از روی ترسشون، شاید از روی دوست داشتنشون میگن که پادشاهی شایسته توئه. نادر 1 ماه ناز میکنه و بالاخره سلطنت رو قبول میکنه. در این میان یک شخصی از صفویه حمایت میکنه و این خبر به گوش نادر میرسه و سر اون از بدنش جدا میکنه. نادر برای حل اختلافات با عثمانی ها میاد مذهب جدیدی به نام آیین جعفری درست میکنه. دوم این که از عثمانی ها میخواد یک سفیر براش بفرستن و خودش یک سفیری برای عثمانی ها میفرسته. سوم این که عتبات عالیاتو بازگشایی میکنه. ولی در آخر این کاراش جواب نمیده و عثمانی ها هم مذهب جعفری رو قبول نمیکنه. از تأمین امنیت داخلی و طرد متجاوزان خارجی از کشور و حالا رسیدن به اون مرزهای تاریخی در غرب و شمال، نادر یه تاییدیه میگیره از نمایندگان وثیقه نامه مغان و عازم بزرگترین و عظیمترین نبردهای خارجی میشه.
قصد نادر از فتح هند در درجه اول تسخیر قندهار بوده و هدف دومش بازپسگیری خانات بلخ، سمرقند، خوارزم و بخارا. سومین هدف حملش تسخیر هند و ثروت اون بوده برای هزینه‌های جنگی که براش داشت. نادر از خواهر سلطان حسین که بشه حاکم قندهار خواستگاری میکنه و این در عرف اون زمان یعنی فراخواندن به جنگ. شاه سلطان حسین حاکم قندهار مخالفت میکنه، نه تنها این دعوتنامه رو نمیپذیره بلکه با محمد شاه گورکان حاکم هندوستان علیه ایران زد و بند میکنه. حالا دیگه نادر همه جوره بهانه داره که به قندهار حمله کنه و هندوستان رو به تصرف خودش در بیاره. نادر لشکرکشی میکنه به قندهار با 80,000 نفر جنگجو از راه سیستان میره برای تسخیر قندهار. قندهار قلعه 7 حصار داشته. وقتی که محاصره میکنن اون قلعه رو، فتح اون قلعه خورده سخت بوده برای نادر. یه محاصره طولانی مدتی انجام میدن و این باعث میشه که مردمان داخل قلعه با سختی روبرو بشن. شاه سلطان حسین به ناچار یه خط امانی میگیره از نادر و شهر رو تسلیمش میکنه. نادر میاد یه نامه مودت آمیزی برای حاکم هندوستان میفرسته که افغانیان شورشی رو به ما تحویل بده. حاکم هندوستان جوابی نمیده و این باعث میشه که خود نادر وارد قلمرو هندوستان میشه. در 7 ذیقعده سال 1151 نادر از سرحد هند عبور میکنه و وارد قلمرو سلطان محمد میشه. نبرد نهایی در کرنال 20 فرسنگی دهلی شروع میشه. شمار نفرات ارتش ایران بین 100 تا 150 هزار نفر و شمار ارتش هندوستان بین 250 تا 300 هزار نفر تخمین زده میشه. ارتش هندوستان 400 توپ، 1000 شتر و 1000 تا فیل داشتن. محمد شاه خودش سوار فیلی بوده، سوار فیل سفیدی بوده، در پیش سپاه، در کنار سپاه بوده. جنگ به پیروزی ایران ختم میشه. محمد شاه تسلیم میشه، از طریق نظام الملک تقاضای صلح میکنه و تاج و نگین شاهی رو تقدیم میکنه. 300 زنجیر فیل، 100,000 اسب، 100,000 شتر و غنایمی که در 3000 صندوق جا داده میشه و به سمت ایران برده میشه. فیروزه و یشم و از شاخصترین این غنایم اگه بخوایم نام ببریم، الماس دریای نور، الماس کوه نور که یکیشون تاج ملکه انگلیسه و یکیشون تو ایران، در تخت طاووس که اثری از اون نیست. خب بریم سراغ سوء قصد به جان نادر. توی سفری که داشته به داغستان برای انتقام قتل برادرش، هنگام عبور از کنار قلعه اولاد نزدیکی کوه سوادکوه، یکی از مناطق جنگلی مازندران، به جانش سوء قصد میشه. ضارب رو میگیرن و ضارب میگه که از رضا قلی فرزند نادر دستور گرفته بوده. رضا قلی که قبلا پدر بهش اعتماد بسیار زیادی داشته بوده و این باعث میشه که روح و روان نادر بر هم بریزه و دستور به کور شدن فرزند خودش میده. در شب 11 جمادی الثانی در سال 1160 وارد خیمش میشن و سر شاهو از بدنش جدا میکنن. جنازه شاهو تو اون بحبوحه جنگ مهراد شاهی و برادر زنش به مشهد میره. سر شب به سر قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. پرسش اساسی اینه که چرا نادر با اون همه خدمات و نجات بخشیایی که داشت، اون همه افتخار آفرینی هاش و فتح‌هاش، چرا دچار نزول شد؟ چرا سرنوشت بدی داشت؟ پاسخ به این جواب شاید این باشه که اشتغال داشت به جنگ‌های پایان ناپذیر، نهادینه نکرده بود قدرت رو، نیومد یه پایتختی برای خودش اعلام کنه به خاطر اون ترسی که حالا از صفویان داشت
استبداد بدون وقفه داشت، خیلی خشن بود، حتی لحظه‌ای حاضر نشده بود از این سختی و تندی خودش بکاره. یکی دیگه‌ش هم اینه که ساختار اداری و اقتصادی مناسبی نداشت. بریم سراغ شخصیت نادر فردی بود قد بلند، گندمگون بود، بسیار خشن بود، صدا و حافظه قوی داشت، خوراک ساده‌ای داشت و بسیار پرکار. در مقایسه با شاهان صفوی آزاداندیش‌تر بود و نادرشاه بیشتر به ایران مسلمون فکر میکرد تا ایران شیعه. نادر اهل تفریح ساده بود و مجلس عیشش با مجلس عیش شاهان صفوی قابل مقایسه نبود. نادر تو جنگ‌هایی که با هند و عثمانی داشته به ضرورت نیروی دریایی پی میبره. جان التون انگلیسی برای تجارت به آسیای میانه اومده بوده. نادر دعوت میکنه ازشون که بیان و کشتی بسازن و چند تا کشتی از انگلیسی ها میخره. میخواد که چند تا کشتی تو بندر عباس بسازه. دستور میده که رعایا چوب از مازندران بیارن. به خاطر طولانی بودن این مسافت باعث میشه که هزاران نفر تو این راه کشته بشه. با مرگ نادر قصه نیروی دریایی ایران بی نتیجه. سرانجام نادر با این همه فتوحاتش و کارنامه درخشانش 11 سال فقط حکومت میکنه و به دل تاریخ سپرده.